روزتان بخیر بینندگان عزیز. چون معمول در همین ساعت سرخط رویدادهاست تقدیمتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در برنامه امروز 2 ایون اوید استویش آمریکا از تلاش‌ها برای کاهش تنش بین تاجیکستان و قرقیزستان میگوییم. با 5 سال زندان محکوم شدنی یکی از رهبران پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، محدود شدن حرکت ماشین‌ها در روز دوشنبه خوجند، مرگ یک عائله جوان تاجیک در روسیه و دیگر موضوعها را هم در دست دارم. آغاز میکنم از آن که 2 روز آخر منطقه‌های گوناگون تاجیکستان با شمول شهر دوشنبه شاهد بادی سخت شدند. از جمله کاربران رادیو آزادی با فرستادن نوار از شهرک گلستان نویه جلالدین بلخی گفتند شام دیروز شمال سخت باعث افتیدن چندین درختان و بام خانه‌ها شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد بر اثر بادی شدید روز 31 می در نویه واسع سیمچوب‌های انتقال قوه برق ضرر دیدند. همچنین به بام خانه‌های بعضی ساکنان، مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی، بنگاه‌های طبی و انشاءات یاری رسان قسماً آسیب رسیده است. در نویه تیمور ملیک نیز در نتیجه وزیدن شمال ضرری رسیده در بیش از 200 خوجگی در 7 جماعت دهات ثبت شده است. بینندگان عزیز، به این موضوع باز در دوام روز برمیگردیم. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا از تلاش‌ها برای کاهش تنش میان تاجیکستان و قرقیزستان، علامتگذاری مرز و دست یافتن به حل مسالمت آمیز مسائل میان این دو کشور ستایش کرده است. دپارتمنت دولتی آمریکا اطلاع داد که بلینکن در تماس تلفنی 1 ایون با وزیر کار خارجه تاجیکستان سیروجدین موهریدین برای جانباختگان درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تسلیت گفته است. روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد مسلحانه رخ داد که بر اثر آنها 10 نفر جان باختند. بلینکن همچنین گفته است که کشورش به حمایت از صاحب اختیاری، تمامیت ارضی و استقلال تاجیکستان ادامه می‌دهد. اسمت عبداللهیف پهلوان شناخته و پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدو و دفن او در دوشنبه برگزار شد. اسمت عبداللهیف همچون مربی پرتجربه و ورزیده معروف بود. وی در مدت بیش از 50 سال فعالیتش در مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نوهای گوشتی صدها استادان ورزش و دهها استادان ورزش درجه بین المللی را در رشته‌های سامبو و جودو به وایه رسانده است. این یکی از دیگر موضوعهای برنامه امروزی خبری ماست. میرزای حاجی محمد و یا حاجی معطوف پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی دیروز به 5 سال زندان محکوم شد. حاجی معطوف روز 22 می بازداشت شد و مقامات او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع ایبدار کردند. نزدیکانش اتهام را بی‌اساس دانسته می‌گویند. حاجی معطوف بعد سال 2015 در یگان حزب و گروه از آن نبود. تفتیش پرونده حاجی معطوف تخمیناً 4 ماه پیش سر شده. او زمان تفتیش در زودی بوده است. نزدیکانش گفتند میرزای حاجی محمد امیدوار بود قطع فعالیتش همچون عضو حزب و بازگشتش به تاجیکستان میتواند سبب عفو او شود. میرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومن روسیه کار و زندگی میکرد و ماه فوریه امسال بعد دوربینی نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود. شما سرخط خبرها را تماشا دارید. تا انجام مهلت قانونی کردن حضور شهروندان خارجی در روسیه کمتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است. به گفته وزارت کارهای داخلی روسیه بعد 15 ایون اخراج مهاجران غیر قانونی شروع می شود. در همین حال ابراهیم خدایبردیев رئیس کنگره عمومی روسیگی ازبکم در صحبت با خبرگزاری‌های روسی گفته است نه همه مهاجران تا نیمه ماه روان امکان قانونی کردن حجت‌هایشان را خواهند داشت. از یک طرف فرصت تنگ است و از طرف دیگر پاندمی به وضع مادی شهروندان خارجی تاثیر خود را گذاشت. ضمناً چند هفته به این طرف هزارها مهاجران از جمله تاجیکان برای سری وقت به ترتیب درآوردن حجت‌ها و گرفتن پتنت در نزد مرکزهای مهاجرتی روسیه نوبت می‌پویند.
در روسیه میمونیم. در ولایت تیومین مقامات به تحقیق صدمه مدهشی پرداختند که باعث مرگ یک عائله جوان و طفل 3 ساله آنها از تاجیکستان شد. در عین زمان ریاست نظارت روی ولایت مذکور جزئیات این صدمه را که آخر هفته گذشته در ناحیه اوود به عمل آمد شهر داد. به گفته تفتیشات 4 ماشین به هنگام حرکت در آن بعد آن به هم برخوردند که راننده یک سبکرو تلاش پیش گذاشتن از ماشین بارکش را کرده است. در نتیجه با وجود آمدن حالت صدموی نقلیاتی که در آن زن و شوهر تاجیک و کودک خردسال آنها قرار داشت همراه با یک فوره به کناری راه افتادند. زن و شوهر هلاک شده همگی 25 و 26 سال داشتند. روز 1 ایون رهبران 4 مؤسسه بین‌المللی معتبر از پیشوایان عالم دعوت کردند که برای تأمین دسترسی کشورهای در حال رشد به واکسن و زیر نظارت درآوردن پاندمی کرونا ویروس میلیاردها دلار اختصاص دهند. رهبران سازمان جهانی تندرستی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت ابراز داشتند که افزایش حالات در بین کشورهای ثروتمند و کم درآمد باعث پیدا شدن شکل‌های تغییر یافته کرونا ویروس و افزایش مرگ و میر گرفتاران بیماری کووید 19 شده است. رهبران مؤسسه‌های یاد شده از گروه کشورهای ثروتمند عالم و یا G7 دعوت کردند که به خاطر برهم دادن پاندمی یک برنامه برابر به 5 میلیارد دلار را دستگیری نموده دسترسی به واکسن در کشورهای کم درآمد را کفالت بدهند. در تاجیکستان باشد تا 5 ایون معرکه ایلوگی امگذرانی بر ضد فلج ادامه میکند. وزارت تندرستی کشور از والدین تقاضا نموده است که تا این سنه وایه یکم واکسن را برای فرزندانشان بگیرند. دوره دوم واکسن گیری از 28 ایون تا 3 ایول سال جاری صورت خواهد گرفت. طبق نقشه در جریان معرکه 1,400,000 کودکان تا 6 ساله از فلج واکسیناسیون کرده میشوند. در اول بهار امسال سازمان جهانی تندرستی از خروج بیماری پلیمیلیت و یا فلج کودکانه نمود 2 در تاجیکستان هشدار داده بود. هفته گذشته نمایندگی این سازمان و بنیاد اطفال خود یونیسف به تاجیکستان 4.6 میلیون دوز واکسینه ضد فلج وارد کردند. قرار است از فردا میان شهر نالچیک مرکزی جمهوری قبردینو-بالکاری روسیه و تاجیکستان یک پرواز چارتری انجام شود. ویتالی بیلانوف رهبر فرودگاه نالچیک در این باره به رسانه‌های روسیه خبر داده است. به گفته او پرواز نخستین را شرکت اورالسکی آویالینی انجام می‌دهد. بیلانوف افزود انتظار می‌رود که در آینده میان نالچیک و دوشنبه پروازهای دومی صورت بگیرد. حالا بین تاجیکستان و روسیه هفته 2 پرواز منتظم عملی می‌شود، اما از 10 ایون قرار است شماره پروازها تا به 4 مرتبه افزایش یابند. در شهرهای دوشنبه خوجند بنابر آغاز کارهای تعمیری در نقب استقلال اجازه حرکت ماشین‌ها در ساعت‌های معین محدود می‌گردند. شعبه بازرسی دولتی اتومبیل ولایت سوخت می‌گوید سر از امروز از ساعت 6 صبح تا 12:30 نصف روزی به روای ماشین‌ها از خوجند به دوشنبه اجازه نمی‌شود. همچنین از ساعت 12:30 نصف روزی تا 7 شام حرکت برای نقلیات از دوشنبه به خوجند محدود است. به گفته منبع تعمیر نقب استقلال طبق قراری حکومت صورت میگیرد و قرار است در ظرف 3 ماه به اتمام برسد. در پرمی روسیه 6 نفر از زادگان تاجیکستان برای کوشش فروش هروئین متناسباً از 9 تا 13 سال به زندان محکوم شدند. به قول خدمات مطبوعاتی داستانی این شهر در بین آنها 2 زن نیز بوده است که طبق حکم دادگاه 11 سال زندان گرفتند. منبع می‌افزاید فعالیت گروه جنایی بر پایه معلومات فوری خدمات امنیتی فدرالی روسیه در پرم 3 سال پیش معین شده است. محکوم شده‌ها مواد مخدر را از تاجیکستان دسترس کرده در قلمرو روسیه می‌فروختند. اعضای گروه را هنگام تلاش فروش 9 کیلو هروئین بازداشت کردند. در این قسمت برنامه دوستان عزیز درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان معلومات می‌دهم. برای امروز 2 ایون بانک ملی $1 و 11 سومونی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومونی و 83 درم نرخ‌گذاری کرده است. امروز 1000 روبل روسی بر عوض 153 سومونی و 50 درم خرید و فروش می‌شود. دوستان عزیز نشر نوبتی سرخط رویدادها را اینجا به پایان می‌برم. اگر شما نشاهدی حادثه شدید به ما خبر بدهید. شما را بعد از 3 ساعت منتظر خواهم بود در برنامه خبری. تا اون دم برای کار.